در خلیدیه در شرق رمادی در مرکز عراق نیمه نظامی های شیعه سنگرهای جنگیان دولت اسلامی را تیرباران کردند. این یک قسم عملیات به گفته مقامات نظامی عراق نوی گسترده به خاطر به دست آوردن نظارت بر ولایت انبار بود. با گفته این مقامات ارتش عراق و نمایندگان قبیله های سنی نیز در این حمله شرکت داشتند. عملیات قبلی برای کسب نظارت بر رمادی ماه می اعلان شده بود ولی به صورت عموم به نتیجه انجام یافت. تلاش مخلصان برای خریدن بلیط ها به بازی فوتبال ماه آینده برای شاهجام اویفا در تفلیس پایتخت گرجستان باعث تجمع ازدحام بزرگ شد. زیر فشار حمله ازدحام مخلصان به کسه ها 3 نفر به بیمارستان انتقال یافته به 10 تن دیگر یاری طبی رساندند. برای بازی بین بارسلونا و سویل 22,000 بلیط به فروش گذاشته شده است. ولی سامانه‌ای که بلیط ها را می‌فروخت زیر فشار درخواست ها از کار افتاد. پلیس گرجستان برای برقرار کردن ترتیب و نظام با سپرها و کلتک ها دست به کار شد. در سوات در شمال و غرب پاکستان کودکان با والدانشان در راهپیمایی در بازار اساسی این منطقه شرکت کرده علیه فروش سلاح‌های بازیچه در روزهای باقی مانده تا عید رمضان شعار زدند. آنها دکان به دکان گشته شعار می‌زدند که بازیچه ها به کودکان تأثیر منفی می‌گذارند و به آنها فرهنگ سلاحداری را می‌آموزانند. وضع امنیتی در سوات در سالهای اخیر بهتر شده است ولی خاطرات دوران خشونت‌های مسلحانه هنوز باقی است. از سال 2007 تا 2009 این منطقه شاهدی درگیری‌های سنگین بین ارتش پاکستان و جنگیان طالبان بود. طالبان در سال 2012 در همین جا به جان ملاله یوسفزی سوءقصد کردند. سروزیر هند نریندرا مودی با یک سفر رسمی به تاجیکستان آمد. در پی مذاکرات با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان بین دو کشور قراردادها درباره همکاری‌های فرهنگی و کمک‌های فناوری امضا شد. این بازدید در چارچوب سلسله سفر 8 روزه مودی به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفت. در ارمنستان جشنواره سالانه فیلم ها با نام شفتالوی طلایی با یک مراسم در تئاتر اپرا و بالت در شهر یریوان آغاز یافت. این مراسم روز 12 ایول به پایتخت ارمنستان که چند هفته اخیر بیشتر با اعتراضهای خیابانیش ورد زبان ها بود، یک تعریف دیگری پر از شکوه داد. تماشابینان طی این جشنواره که تا 19 ایول دوام می‌کند 34 فیلم از 26 کشور را تماشا خواهند کرد.